با مقصد ترغیب و تشویق طرز حیات سالم و دریافت بهترین پهلوان‌ها از روی نمود گشتن سنتی با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت محلی ناحیه دنغره و حصه‌گذاری دیرکتور مؤسسه دولتی مجمع ناحیه الهام سلیمов بخشیده به روز مادران در مجمع ورزشی ناحیه مسابقه ورزشی از روی نمود گشتن ملی برگزار گردید که در آن ورزشکاران سالهای تولد 2005 و 2007 از روی وزن‌های 26 تا جمع 55 کیلوگرم تشکیل گذرانیده شد که در این تدبیر ورزشکاران هنر و مهارت والای گشتنگیری نشان داده هر کدام تلاش بر آن می‌ورزیدند که تا در این تدبیر ورزشی موفقیت را به دست آورند. بنا به اطلاع مسئولین چهاربین امروزه راهاندازی ساختن همین قبیل اقدام‌های ورزشی از یک طرف برای بیدار نمودن شوق نورسان به سالمی و زیبایی پرستی مساعدت نماید، از جانب دیگر میتوان با این راه و وسیله از میان جوانان بهترین نورسان و جوانان لیاقتمند ساحه ورزش را دریافت نمود. بعد رقابت‌های جالب و جاذب از طرف داوران غالبان هر یک وزن معین گردیده از طرف مؤسسه دولتی مجمع ورزشی ناحیه دنغره با مدال و افتخارنامه سرفراز گردانیده شدند. گزارش پرویز خورشید برای برنامه اطلاعاتی خبر از ناحیه دنغره.